چطوری خوبید؟ اومدی با آموزش چطوری همستر 5 میلیون تا بگیرید. الان طبق معمولی که میبینم 5 میلیون تا گرفتم. ببین این بالا الان خط کشیش میکنم. خب بچه‌ها اولین کاری که باید بکنید شما باید برید تو این عکس کلنگ هست این پایین الان واسه شما میکشم. این کلنگ هست، این کلنگ رو میزنید. مین چیه اون؟ خب اونو میزنید. ببینید بچه‌ها الان با این کارت هایی که میبینید اینا رو باید برید بگیرید. خب اینا من سومیش هنوز آزاد نکردم. سومیش رو بهتون میگم چطوریه. خب چون سومیش من آزاد نکردم الان بهتون میگم. چون سومیش رو به 3 نفر درخواست مثلا اومدن بدید. خب اینجا شما الان میبینید ردیف اول همین مارکت. خب بعد شما اینو به لول 1 میاد با این لول 1 میکنیدش. بعد اینو لول 1 کردینش میای دومیه نه این آخریه سپشیشی نمیدونم چی بهش میگه. اینو میگیرید، اینو لول 1 میکنید. بعدیش هم تو همین جا، یعنی شما باید بیاید اینجا همین اینو بزنید، این نیو کورد. خب شما اینو میزنید، بعد بیاین تای عکس یه قفل اینجا. باید اینجا این پایین زده به 3 نفر باید درخواست بدید. حالا چطوری درخواست بدیم؟ خب شما میایین تو این فرند ها زده پایین فرندز، یعنی درخواستای دوستی یه جورایی. خب بعد شما میتونید از تلگرام روی این بزنید و خودکار بزنید در پیام واسهشون بره. خب تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار. ما هم حتما لایک کنید که واسه شما فردا دوباره میذارم، هر روز واسهتون میذارم و خودم با خودمو میذارم که از طریق مال من برید که به شما 5000 تا سکه میده و به خصوص 5 میلیون تا. یعنی اگه من قبول کنید الان تو همین کپشن واسهتون می‌نویسم پایین یوتیوب اونو بزنید با همون چی من وارد شوید. آره دیگه میگیرید. خدا نگهدار.